من محبوبم، به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام یه نون شیرینی محلی شمالی درست کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم سابسکرایب و لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید. مواد لازمش رو خدمتتون میگم. آرد سفید نیاز داریم، مخمر، نمک، بیکینگ پودر، جوش شیرین، پودر دارچین و زنجبیل، زیره، زعفرون، تخم مرغ، روغن جامد و شکر نیاز داریم. برای شروع کارمون آب جوش میریزیم توی شکر تا حل بشه. مواد خشکمون رو به آرد اضافه میکنیم. مواد خشک رو کاملا مخلوط میکنیم. زعفرون رو اضافه میکنیم. تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم. روغن جامد رو اضافه میکنیم. خمیر به دست اومدن حسابی ورز میدیم و میذاریم چند ساعت استراحت کنن. خمیر بعد اینکه یه ساعت استراحت کرد با بردن صافش میکنیم و به اندازه دلخواه برش میکنیم و تو تنور میپسیم. با چنگال روی خمیر رو میزنیم که پف زیادی نکنه. برش میکنیم به اندازه دلخواه. نونمون یه رب داغ شده. نونا رو میذاریم داخلش تا بپزه. 10 دقیقه طول بشه زمان پختش. نون خوشمزه‌مون پخته شده. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین.